باز یه سفارشی آوردیم که باید بریم داخل فرودگاه پستش کنی برای تهران. خدا غضب نکنه، من فقط بلدم اسممو بنویسم، اما من چجور حالا یه پستش کنم؟ آقا بریم ببینیم حالا چی میشه. آقا میرم فرودگاه، نزدیک میشویم. آقا من چجوری کجا برم اصلا نمیدونم چی کنم. آقا بالاخره بسته لعنتی رو تحویل دادیم. چی پشمام ریخته. رفتیم داریم سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. آقا رفتیم بالاخره تحویلشون دادیم. بعد رفتیم داریم برای خودمون بلیط میگیریم حاجی. واه خدا رحم کنه. حالا به خاطر بسته نزدیک خودمون هم بریم تهران. حالا نمیدونم تهران بود چی بود، داشت تو صف بلیط وایسادیم با حاجی کارتم یادم رفت، کارت بانکی. حاجی رفتیم کارتمون هم گرفتیم، خدا رو شکر نزدیک بود. حالا به خاطر بسته دیگه کلا از شهر از کشور بریم، نزدیک بود به خاطر بسته کشور رو ترک کنیم.